سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در پنجشنبه بازار شهر شکوفه‌های زیتون، یعنی شهر رودبار. امروز پنجشنبه 28 دی ماه و ساعت حدود 12 ظهر. بازار هفتگی در شهر رودبار در روزهای پنجشنبه از صبح تا ظهر در نزدیکی آتش نشانی برگزار میشه. ورودی بازار در کنار رستوران جهانگیری است که برای پیدا کردن بهتر شما عزیزان نمایشش میدادیم. این بازار در وسعت بسیار کم به نسبت بازارهای دیگه استان گیلان مثل چهارشنبه بازار رستم آباد برگزار میشه و عمده محصولات میوه و تره بار در این بازار عرضه میشه. داشتن بازارهای محلی برای هر شهر برای عرضه تازه و قیمت مناسب محصولات یک نعمت و امتیازه. چون بازار کوچیکه سعی میکنیم توضیحات رو کوتاه کنیم. اگر به دیدن جاهای دیدنی مثل قدم زدن در شهر رودبار علاقه دارید، به پلیلیست مربوط به شهر رودبار کانال ما سر بزنید. لینک این پلیلیست رو به همراه لینک چهارشنبه بازار رستم آباد رو براتون در قسمت توضیحات همین ویدیو قرار دادم. اگر به دیدن زیبایی ها، جاهای دیدنی و بازارهای محلی استان گیلان علاقه دارید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. راستی کامنت و لایک برای حمایت هم فراموش نشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید. خدای حال دی نه خدای 20 تومن 20 چه بکنم تو وسیله گیرو میذاره ماهی تازه ماهی بدون استخوان آقایان بایید ماهی خورا بایید هوای ماهی خوردن یا جانواری توی گردونی میخواستی ماهی تازه میخواستی بیا پرتقال 15 خونی مولا 15 باقی همون اول بخور بعدم ببند تستش رایگانه آقا تستش تا 5 کیلو رایگانه 5 کیلو بخور خوش شد نهبت نبرم 15000 پرتقال 15000 بفرما سبزی
هم جان زدها رو من میگیرم.